حالا که رسیدی به این ویدیو بذار بهت بگم مشکلت چیه. ناراحت البته نشو. ببین 7.9 میلیارد نفر آدم روی این کره زمین زندگی میکنن. اون وقت از بخت بد، شانس یا هر چیزی آدمی که کنار تو بوده بلد نبوده دوست داشته باشه. خب؟ اون وقت تو صرف این بلد نبودنه میگی خب حتما من آدم دوست داشتنی نیستم. خواستم بهت بگم حتی از نظر ریاضی، حتی از نظر آمار، احتمال اینکه تو دوست داشتنی نباشی خیلی پایینه. تو فقط کنار آدم مناسبت نبودی. صبر کن. آدم مناسبت که بیاد تو رو از یه زاویه‌ای میبینه که باورت میشه تو قشنگ ترین خودتی. بی خودی به خودت انگ نزن. آره